السلام علیکم. امروز میخواهم برای شما مکتوب یک خواهر را بخوانم. با دقت گوش کنید، انشاءالله که خیلی تأثیر بخش است. السلام علیکم. من مریک هستم. در شرکت تجارتی کاتبه کارگزار شده کار میکردم. از بس که بکارتم را ایام صنف 8 خواندنم از دست داده بودم، ناترسانه به شکار مردان سرپول و ثروتمند نیز مشغول می شدم. عادی تر کرده گویم فاحشه بودم. پدر و مادرم هنگام 2 ساله بودنم از هم جدا شده بودند. هر کدام زندگی خود را داشت. مادرم روس بود و پدرم تاجیک. بعد جدا شوی مادرم با مرد روس ازدواج نموده به قزاقستان رفت. من باشم با بیبی مادریم در خانه 4 حجرگی سرجهاز به کمبودی به وایه رسیدم. بیبیم به 70 درآمده باشند هم تا حال طبیب بچه ها شده کار میکنند و درآمد خوب نیز دارند. من هم دانشگاه را ختم نموده ام، اما از روی اختصاصم کار کردن نخواستم. راستی از کودکی کسی مرا نصیحت نکرده است و نگفته است که حجاب پوش یا به درگاه پروردگار عبادت نما. خودم هم نمیدانستم که متعلق کدام دینم. نه کافر مطلق بودم و نه مسلمان کامل. روز به کارخانه امان محاسبی نمی به کار آمد و یک دیدن عاشق این جوانمرد زیبا شدم و نقشه بدام افتادن او را کشیدم. اما تمام صنعتم را به کار بردم ولی نشد. او طرفم نیم نگاه هم نکرد. از رئیس شرکت که عاشق زارم بود برای یک شبی همخوابگی به من تا $1000 میداد درباره محاسب پرسیدم. او در جواب نصیحت آمیز گفت: مریک، حاجی را به حالش گذار. او از اولاد ایشانزاده های بزرگ است و هیچگاه حرامی نمی کند. بعد وی زن و فرزند دارند. تو چی؟ زن و فرزند نداری؟ پرسیدم از رئیس. دارم، اما من دیگرم و حاجی دیگر، پاسخ داد رئیس. آرزوی آغوش ایشان بچه زیبا آرامم نمی گذاشت و روز نزدش در آمده او را به گپ گرفتنی شدم، اما او به یک تمکین خاصه گفت: خواهر جان، اول بدنتان را پوشانید، بعد نزد من درآیید. روز دیگر لباسهای محکم پوشیدم و در سرم رویمال بسته نزدش در آمده به او اظهار عشق کردم. حاجی بی‌پروایانه ابراز داشت که به عشق من نیاز ندارد، چون که زن زیبا و فرزند سالم دارد. طول 1 ماه هر روز با او اظهار عشق میکردم و به خواری و زاری به پایش افتاده اشک میریختم، اما دل او گویا از سنگ بود. منی که در عمر 22 ساله ام چندین مرد را دیده آنها را چون حیوان رامشونده بازی می‌داراندم، عاشق شدم. به خاطر عشق ایشانزاده ام سترپوش شدم و نمازخوان. به یگان مرد گپ نمی‌زدم، اما عشق پاکم بی جواب ماند. ماه رمضان در آمد و در عمرم اولین بار روزه گرفتم. چون عادتی هر روزه ام صبح بر وقت به اتاق کاری حاجی در آمده از او خواهش نمودم که زن قرآن خوان را یابد تا که نزدش این کتاب مقدس را بیاموزم. اولین بار در نگاهش خوشبختی را دیدم و او دیواری آهنین تمکین خود را شکسته با تبسم زیبا ابراز داشت. بعد کار تو را نزد همسرم میبرم، از او میآموزی، گفت حاجی. بیگاه همراه حاجی به خانه اش رفتیم. حوله با شکوه و درختزار، نهرچه کبوده از زیر کت چوبین کندکاری میگذرد. به تماشای حوله آواره آمدن بانوی چادرپوش را ندیده ماندم. السلام، خوش آمدید، گفت زنی به پیشواز ما برآمده. بیبی سارا: این کس مرحبا، همکار ما، میخواهد قرآن آموزد، گفت حاجی. از کودکی همه مرا مریک میگفتند و اینقدر خوش آهنگ بودن نامم را اکنون فهمیدم. 6 ماه نزد بیبی سارای صاحب جمال و خوش اخلاق قرآن آموختم و از بسیار پهلوهای دینی مبین اسلام با خبر گشتم.
آن محبتی داشته‌ام نسبت حاجی به یک مهر فرزندی پدری مبدل شد. قصه عاشق شویم را به بیبی سارا نقل نمودم. او به خنده گفت که می‌داند. حیران شدم که چگونه او رشق و خصومت را از دلش رانده به من مهربانی کرد. حیران مشو مرحبا جان، و ما از کودکی می آموزند که گردن شیطان را شکنیم، افزود او. حاجی را برادر خواندم. در این بین بیبیم از سکته قلب فوت دو تنها ماندم. جای کارم را عوض نمودم، معلمه شده از تحت دل کار میکردم. راهم یک تا بود، کارخانه. کارهایم را به سامان رسانده سر جای نماز می نشستم. بعد از 2 سال شناسایی‌ام با بیبی سارا مرا برای برادر زن مرده اش خواستگاری نمود. معرکه خاکسارانه آراسته زنی شوهردار شدم. از این واقعه ها 7 سال سپری می شود. امروز من همسری مردی ثروتمند هستم که 6 بار خانه خدا را زیارت نموده است و 2 بار من همراهش بودم. 2 دخترک و 2 پسرک زیبا دارم. دخترانم باشد از زن فوتیده شوهرم هستند. باز ماه رمضان فرا می رسد و من صید مسلمان شدن خود را جشن می گیرم. از شما نیز شنوندگان عزیز التجا می کنم که چیزی می خواهید از خدا خواهید. او رحمان و رحیم است. بنده اش را امید نمی سازد. او رحمت للعالمین است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.